ببینید همونطوری که گفتیم تو اولین مرحله از بیزینسمون باید مطمئن بشیم اون چیزی رو که داریم میفروشیم دقیقاً همون چیزیه که بازار میخواد و همونطور هم که توی آخر جلسه قبل گفتم صرفاً اگه بازار کالای شما رو بخواد دلیلی بر موفق شدن و فروش موفق شما نیست و برای اینکه ما بتونیم فروش داشته باشیم باید مثل یک ارتباط دوستانه یک ارتباط صحیح و یک ارتباط انسانی با مخاطب برقرار کنیم. توی بیزینس آنلاین پیشنهاد لید مگنت دقیقاً نقطه شروعی برای این ارتباط انسانی هست و درست مثل زمانی هستش که ما بخوایم از کسی شماره تلفن بگیریم و این چیزی است که باید در رابطه با بیزینس و لید مگنت بدونیم. حالا ببینیم لید مگنت چی هستش. ببینید لید مگنت ارزش کوچکی هستش که در ازای تبادل اطلاعات مخاطب میاد یه مشکل خاص رو برای یه بازار خاص حل میکنه. من روی این کلمه خاص بودن خیلی تاکید میکنم. پس در واقع لید مگنت تبادل ارزش هاست. اینکه کسی به شما اجازه میده که تماس‌های بعدی رو برقرار بکنید و فالوآپ داشته باشید با ارزش. یعنی ما میایم یک چیز، یک کالای رایگان، یک سرویس رایگان میدیم، اون هم میاد قسمتی از وقت با ارزشش رو در اختیار ما میذاره. دقیقاً باز هم مثل همون ارتباط انسانی هست. شما میاد یه پیشنهادی میدید، طرف مقابلش شما میاد شماره تلفنش رو میده و به شما اجازه میده که در زمانهایی بهش زنگ بزنید و باهاش صحبت بکنید. یعنی مخاطبین ما میان قسمت کوچیکی از توجهشون رو به ما میدن و ما قسمت کوچیکی از یک راه حل مشکل بزرگی رو بهشون ارائه میکنیم و چیزی رو که باید بهش توجه داشته باشیم مفهوم خاص بودن هست، چون خاص بودن خیلی اساسی و خیلی مهمه. حالا بذارید ببینیم لید مگنت چی نیستش. اگه بگیم که مثلا عضو خبرنامه ما بشید، این کار لید مگنت نیست. چرا؟ چون این کار هیچ مشکل خاصی رو حل نکرده. خبرنامه ها لید مگنت نیستن. یه لید مگنت خوب واضح و خاص هست و فهمیدن اینکه یک لید مگنت باید خاص باشه، بازم تاکید میکنم یکی از نکات خیلی مهم و حیاتی هست که باید توی مارکتینگ در نظر بگیرید. حالا اجازه بدید توی ویدیو بعدی ببینیم که چطور میتونیم یه لید مگنت خاص بسازیم.